سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. من گیمیکس هستم و داخل این ویدیو قراره بهتون آموزش بدیم که چجوری ساکورای پاپ رایگان بگیرین و کلی باندلای خفن دیگه مثل وایت، پلیور مشکی، پلیور سفید و کلی چیزهای دیگه. بچه‌ها اگه دوست دارید این چیزهایی که من الان گفتم رو خودتون داشته باشید، حتما تا انتهای ویدیو با من باشید و قبل از آموزش حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و حرف دیگه نمونه. بزن بریم سراغ ویدیو. میبینید ما وارد بازی شدیم و الان چیز بچه شما وارد بازی که میشید از این فروشگاه خریم بفهم گان نکشید، از این چیز تنظیمات گان بکشید که چیزتر میزنید. بچه از اینجا چیز خب بچه من کد مپ رو چیز میکنم براتون. کد مپ رو داخل کامنت ها پین میکنم، برین داخل بخش کد این کدش رو بزنید براتون میاد و بعد که کد رو زدید وارد کاستوم که شدید یه رمز مصومه میخوام که اگه اون رمز رو نزنید نمیتونید چیت کاستوم رو فعال بکنید و دیگه وارد کاستوم نمیتونید بشید. کلا وارد کاستوم میتونید بشید ولی چیتشو ولی نمیتونید ساکورا و لباس و اینا بردارید و نمیتونید از این تنظیمات استفاده کنید و چیتش هم براتون فعال نمیشه. اگر رمز رو نزنید دوباره اون رمز رو هم براتون پین میکنم، بزنیدش. وایسا دیگه بچه باید شما این دکمه لباس هست این بالا بغل چرخ دنده اونجا رو که بزنید اون باندلا براتون میاد. الان نگاه کنید این باندلا برای من میاد، میتونید انتخاب کنید هر کدومتون و همین دیگه. بچه اگه میبینید خودم نمیزنم این ستا اینا رو چیز این ستا اینا رو من داخل آپدیت قبلی همه اینا رو دانلود داشتم. الان از دانلود نمیدونم چرا پریده داخل این آپدیت، نمیدونم چرا پریده. حالا آپدیت قبلی من نت زیاد خوب نبود، نتونستم ویدیوشو براتون بگیرم دیگه، خلاصه نشد. بچه همین دیگه، میتونید برید داخل کاستوم از چیزاش استفاده کنید و کد مپم میذارم تا یه ویدیو دیگه با ما. خدا نگهدار.